در دل تاریخ جنایی ایران نامی وجود دارد که با هیچ تبهکار دیگری قابل قیاس نیست. مهدی بلیغ، نابغه ای که ذهنش درگیر نقشه کشیدن برای پیچیده ترین کلاهبرداری های قرن بود. مردی که آنقدر کلاهبرداری هایش عجیب و پیچیده بود که الهام بخش بسیاری از فیلم های آن زمان مانند چرخ و فلک و یا خائن کشی مسعود کیمیایی میشه. در این بخش به 3 کلاهبرداری معروف مهدی بلیغ میپردازیم. قبل از شروع این ماجرای پرماجرا لایک و سابسکرایب کن تا هر روز با ترینهای جهان آشنا بشی. ولی این ماجرا از این ماجرای پرماجرا رو شروع میکنیم از کلاهبرداری از طلافروشی در میدان فردوسی تهران. این کلاهبرداری آنقدر عجیب و پیچیده بود که بیشتر شبیه فیلم‌های سینمایی است تا واقعیت، اما اتفاق افتاده. بی‌وقفه بریم سراغ اولین کلاهبرداری مهدی بلیغ. میدان فردوسی است. از ماشین پیاده میشه، جلوی گالری یک طلافروشی ایستاده. این ماجرا آنقدر پیچیده، جذاب و شاید خنده‌دار باشه که شبیه فیلم‌های سینمایی است تا یک ماجرای اتفاق افتاده، اما اتفاق افتاده. مهدی وارد طلافروشی میشه، از کتش نگینی در میاره و قیمتی به آرون میده برای فروش که آرون از تعجب شاخ در میاره. اونجا خودش رو وکیل یک پزشک اتریشی معرفی میکنه و میگه تعدادی از این نگین ها دارم، با همین قیمت میتونیم ازش بخریم، در صورتی که کمیسیون من یادت نره. با آرون توافق میکنه و آرون قرار میذاره باهاش که فردا بعد از ظهر به دفتر پزشک اتریشی برن. مهدی بلافاصله به مطب پزشک اتریشی میره، با هویت جعلی خودش رو معرفی میکنه. میگه برادری دارم که عاشق و دلباخته دختری مسلمان شده و طبق رسم مسلمانان باید مسلمان بشه و طبق قانون اسلام باید ختنه بشه. درست شنیدی، باید ختنه بشه. ولی برادرم از این عمل میترسه و از طرفی عشق اون دختر اون رو از روزگار انداخته. مهدی که در قانع کردن افراد فردی بسیار قهار بود، پزشک رو متقاعد میکنه. میگه فردا من در قهوه اون داروی خواب‌آور میریزم و اون بیهوش میشه و تو اون رو ختنه کن. فردای آن روز آرون بخت برگشته به مطب پزشک اتریشی میان، قهوه میخورن، آرون بیهوش میشه. مهدی میگه برم بیرون یه سیگار بکشم برگردم. ولی مهدی با پولهایی که آرون آورده بود از مطب خارج میشه و از اون طرف به همین هم کفایت نمیکنه، به مغازه ترک شده توسط آرون میره، کلید میذاره و به راحتی تمام جواهرات آرون رو سرقت میکنه. آرون به هوش میاد، میبینه نه تنها جواهرات رو از دست داده بلکه ختنه هم شده. بعد از داستان مشهور جواهری آرون، مهدی فرار میکنه و بعد از اون با 2 نفر آشنا میشه. نقشه سرقت از بانک رو میریزن و با هم پیمان میشن که هر کدوم گیر افتاد اون 2 نفر برای آزادی تمام تلاششون رو بکنن. مهدی اولین نفریه که گیر میکنه، بی خبر از این که در دنیای تبهکاران وفاداری آخرین بند است. از زندان برای برادرش نامه‌ای می‌نویسد که به سراغ دوستان او بروند و که آنها کاری کنند که مهدی آزاد شود. ولی دوستان او به او خیانت می‌کنند. نه تنها او را نجات نمی‌دهند بلکه یکی از دوستان او به او خیانت کرده و دل معشوقه مهدی بلیغ را هم می‌برد. مهدی از شنیدن این داستان بسیار خشمگین می‌شود و قسم می‌خورد که از زندان خارج شود انتقام خواهد گرفت. روز آزادی فرا رسید. پس از آزادی مهدی به سراغ اون 2 نفر میره و میفهمه یک نفر از اونها به فرانسه گریخته و نفر دیگر در مخفیگاهش مخفی است.
اولین کاری که میکنه مهدی خانه‌ای در شمال شهر تهران اجاره میکنه. با تبهکار دیگر که ایتالیایی بود آشنا میشه. نقشه‌ای میشینن برای سرقت از بانک. دوست خود رو دعوت میکنه، میگه گذشته ها رو فراموش کن، کار مهمتره. اون رو به خانه خودش در شمال تهران میکشونه و در زیر زمین آن خانه اون رو به قتل میرسونه. مهدی در سال 1327 محاکمه میشه و به 12 فقره جرم جنایت محکوم میشه که از 11 فقره اون تبرئه میشه و تنها به جرم قتل به اعدام و بعد از اون تخفیف میگیره، به 10 سال زندان محکوم میشه. 10 سال میگذره تا سال 1337 و همین ماجرا موضوع فیلم سینمایی خائن کشی از مسعود کیمیایی میشه. از زندان که آزاد میشه با باندی که در زندان درست کرده بود کلاهبرداری قرن رو شکل میده. هدف 2 تاجر عرب در جلوی سفارت انگلستان. مهدی بلیغ خودش رو صاحب هتلی مطرح در تهران معرفی میکنه که قصد مهاجرت از کشور داره و میخواد مال و اموالش رو بفروشه. 2 تاجر عرب توافق میکنن برای بازدید ملک مهدی بلیغ بیان، اما اون ملک کجا بود؟ اون ملک جایی نیست جز کاخ دادگستری تهران. مهدی بلیغ دفتر وزیر کار رو برای بعد از ظهر اون روز با زیرمیزی و رشوه از معاونش اجاره میکنه و میره اونجا 200 جفت دمپایی میخره، جلوی تمام اتاقها میشینه. اعضای باندش رو یکی به عنوان سرایدار، یکی به عنوان مدیر هتل، یکی به عنوان رستوراندار در تک تک جایگاه های کاخ میچینه. فردای آن روز بعد از ظهر 2 تاجر عرب وارد این کاخ میشن. بعد از بازدید از هتل و صحبت با مهدی بلیغ، آن 2 تاجر میپذیرن مبلغ 500,000 تومان در سال 1337 به سر میبریم بپردازن و مابقی رو در دفترخانه. اما مهدی بلیغ و تیمش بعد از رفتن آن 2 تاجر ناپدید میشن و معروف میشه مهدی بلیغ با این ماجرا به آرسن لوپن ایران. اما پایان تلخ آرسن لوپن ایران به کجا رسید؟ مهدی بلیغ در اواخر عمر در نداری به سر میبره و پس از انقلاب به فروش مواد مخدر روی میاره. در زیر پل سید خندان با 5 کیلو مواد مخدر دستگیر میشه و به حکم قاضی شهر صادق خلخالی به همراه 6 تن دیگر در فروردین ماه 1360 اعدام میشه و برای همیشه آرسن لوپن ایران خاموش. اگر از این ویدیو لذت بردی لایک و سابسکرایب فراموشت نشه. همراه ما باش هر روز با ترین های جهان.